حسین اسدالله‌زاده دادرروس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و برادر دوگانه که رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده شب دوم به 11 دکامبر سال 2022 در سن 54 در ایران درگذشت. منابع رادیوی آزادی خبر دادند که جسد دادرروس پرزیدنت را شب یکشنبه یا فردای دوشنبه 12 دکامبر از ایران به تاجیکستان انتقال میدهند. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، حسین اسدالله‌زاده از بیماری قلب رنج میکشید و 2 هفته پیش او را برای طبابت به ایران برده بودند. در زادگاه جماعت چپای نویه جلال‌الدین بلخی به مراسم خاکسپاریش آمادگی میگیرند. او زیر دستگاه نفسدهی بوده است و شب گذشته در تهران جان داده است، گفت یک همصحبت آگاه رادیوی آزادی. حسین یکی از برادران دوگانه که عزیزما اسدالله‌زاده همسر امامعلی رحمان است. از این برادران دوگانه بیشتر حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک معروف است. یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر و باز دهها کارخانه‌های خرد و بزرگ دیگر را به حسن اسدالله‌زاده نسبت می‌دهند و او را یکی از ثروتمندترین افراد در جمهوری نام میبرند. حسین اسدالله‌زاده به فرق از برادر دوگانه‌اش در محضر عام اصلا ظاهر نمیشد و حتی به پایتخت نکوچید و این همه سال در زادگاهش جماعت چپایف به سر میبرد. بنا به اطلاع آزادی، حسین اسدالله‌زاده رئیس شرکت نفترسان در شهر لیوکند سربند سابق بوده است. این شرکت اساساً به فروش محصولات نفتی در ولایت ختلان مشغول می باشد. درباره زندگی و فعالیت حسین اسدالله‌زاده در دست ما معلوماتی خیلی کم موجود است.